وقتی پای ایران وسط باشه همه به عشق ایران یه دل میشن. همه این ماشینایی که اینجا وایسادن برای زنده نگه داشتن اسم خلیج فارس امروز 8مین تا 10مین روزیه که اینجا وایسادن و حرکت نکردن. حالا چرا اسم خلیج فارس؟ همه این کانتینرهایی که اینجا میبینید بارهایی که از مبدأ امارات به مقصد افغانستان بوده و دولت امارات اومده رو تمام محموله های صادراتیش زده که خلیج العربیه و همه این ماشینا اینجا وایسادن تا دولت امارات مجبور شده تمام اسنادی که مربوط به این بارها بوده رو بیارن و بکننش خلیج همیشه فارس، تا هیچ سندی به اسم خلیج العربیه تو هیچ نقطه ای از جهان وجود نداشته باشه. زنده باد خلیج همیشه فارس. 26 آذر ماه رو هم سال روز ملی رانندگان و صنعت حمل و نقل رو از همینجا به همه همکاران و دوستان گرامی تبریک عرض میکنم. راننده جان، روزت مبارک.